سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم. خوش اومد به چنل خودتون. متین دکریپ. بعد از یه هفته عدم فعالیت برگشتیم به فضای یوتیوب. ببخشید بابت دیر کرده. سعی کنیم دونه دونه ترک‌ها رو هر شب بهتون برسونیم. الان اومدیم اینجا با ترک بدزاد از هیپاپولوژیس که لینکش قطعا توی دیسکریپشن قرار داره. شما برید از اونجا آهنگو گوش کنید و سر بزنید به چنل یوتیوب سروش هیپاپولوژیس. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید. سیار بپاشین تو کامنت، لایک، فالو توی اینستاگرام، سابسکرایب، شیر و هر جوری بلدین از ما حمایت کنید، چون چنل ما تازه زده شد و به حمایت شما نیاز داره. بریم که داشته باشیم. بدزاد از هیپاپولوژیس. بدزاد هیپاپولوژیس ایکس کاگان آفیشال لیریک ویدیو از چنل یوتیوب هیپاپولوژیس گوش میدیم. ترکو ببخشید. خب بدزاد میوزیک پرودوسر اشکان کاگان، بیت پرودوسر کاگان، مرشاهین، ویلرزا یا ویلیرزا و حسین امین، پراجکت منیجر ارسام یا ارسام، آرت دیرکشن سینا بیگدلی، امیر آشوری، اماد بیارزد و لیبلم که بلاد برنامه. بریم داشته باشیم. هیپاپولوژیس کاگان بدزاد. لیک شد وای ایو خیابون چپ چپ نگاه میکردن همه اولاد. اومد یکی دیگه پیشم درو گفتم قرم باد. ندم بهت محل رفتی به یه محل دادی. هر بده زدم پاتی قوی بود. خیابون چپ چپ نگاه میکردن همه اولاد. اومد یکی دیگه پیشم درو گفتم قرم باد. ندم بهت محل رفتی به یه محل ندادم بهت من رفتی به یه محل دادی. حاجی بد سنگین بود. حاجی حتی از یه برم میگه این چیز هست، میگه دیگه برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. میگه من بهت محل ندادم رفتی با یه محل دیگه. قوی بود. بعضی از لجه کارایی میکنند شخصیت خودشون زیر سوال میبرن. دادی هر بده زدم پاتیل تو زدی قلبم با تیر. جواب تو نمیدم میگیری 20 بار سینا رو. خودت نیستی میبینم دوستات دینا رو. بویساشم دارم گفتن دوستات چیا رو. الان خودت نیستی برام میخورن دوستات دینا رو. ادرس یه دافی با اکسنت دیدم اکست رو ابرا. میره بعدی با یه ابسنت میاد بعد بهش رو شد. نمیخواستی بگردی دورم شلوغ بود کردم ترکش که ازم داره ترکش تو عجاد. جای خالی تو دلم یک زده حتی تو گرما که الان بچه دورمه بیشترم حد کودکا. به رفتن عادت کن تموم میشه همه بودن. نه وقتی رفتم به شب نمون بدن تو شلوار بچ از وقتی عادت کن تموم میشه همه بودن. نه وقتی رفتم به شب نمون بدن تو شلوار بچ. رو هم ساخته شد نباش رو اعصاب بچ. زنگ نزن بد میرینم نباش رو اعصاب بچ. تک تک وایبا مرایپی انزن سرت باز بچ. الان دوستا جات میام میدم میرن هارد بچ. هر کی بود تو راهت بغل کردی. بچه بگو بازم غلط کردی. من که تو رو دادم فقط ترجیح. رفته تو رو یادم برم گردی. هر کی بود تو راهت بغل کردی. حتی دیگه نمیگی غلط کردی. من که تو رو دادم فقط ترجیح. رفته تو رو یادم برم گردی. همونم که هر کاری کنم باز پشتم میگن حرف. یه شب تو همین شبا میزدم کس چخ بیادف. فرداش بهم گفتن دوست دخترت با کوک رفت رو علف. باز شروع شد زر زدن هاشون پشتم تو عجم. کشم تو خودم حتی زدم مشتم تو خودم. دوست داشتم دست بلند نکردم. مغز رو تو هم فکر نکن ترسیدم. ریختم کلن تو خودم. میگذره درس میشه ولی نترس دیگه. درداتون سر میشه قلبت نترس میشه. روز میره شب میشه دوست باهات بد میشه. اون که میخواستی بیه سر کنارت رد میشه. میگه روز شب میشه دوستت باهات بد میشه. اونی که چیه میره شب میشه دوست باهات بد میشه. اون که میخواستی بیه سر کنارت میگه اون که میخواستیش بیه سر کنار رد میشه. ببین هیچ چیز دائمی نیست واقعا. به قول شروین آجیپور میگه هیچی دائمی نیست به جز سوزن تتو. واقعا هیچی دائمی نیست. ببین خالصانه ترین حسا هر چی حس بگی تو دنیا موندگار نیست. بالاخره یه جا یه روزی تموم میشه. رد میدونم باید اعتماد کنم واقعا به کی. لیوانم بخوره به کی تو هر بارندگی. و میدونم فرق اعتیاد و وابستگی. و که نه تو رو جدی گرفتم نه خوانندگی. و
هر کی بود تو راهت بغل کردی، بچه بگو بازم غلط کردی. من که تو رو دادم فقط ترجیح، رفته تو رو یادم برم گردی. هر کی بود تو راهت بغل کردی، حتی دیگه نمیگی کاغان اینجا هم درام میدی، ناموسن یه درام بده کاغان. ترجیح رفته تو رو یادم برم گردی. زاینم دراب داریم 100 دراب داریم، یه دقیقه دیگه آهنگ مونده. مگه میشه اشکا کاغان دراب نده؟ کاغان دیگه کاغان رو شناختم. دیالونو سروش هیپاپولوژیست اشکان کاغان بدزاد. عجب ترکی بود. 100 تو پلیلیست و دیگه پلی میشه. خلاصه لایک هم بکنیم. خب یه بار دیگه بگم ما موزیکو از توی چنل یوتیوب هیپاپولوژیست گوش دادیم، لینکش رو قطعا تو دیسکریپشن میذاریم، شما به اونجا سر بزنید و از اونجا موزیکو گوش کنید. و همینطور که میدونید چنل ما تازه زده شده و به حمایت شما نیاز داره. پس هر چی میتونید با هر کاری که بلدید، مثل لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب از همه مهمتر، میتونید ما رو حمایت کنید و ما هم خیلی خوشحال میشیم، چون چنل ما تازه زده شده و به حمایت شما نیاز داره. بریم واسه بررسی و نمره دادن آهنگ. بیت اولد اسکول، یعنی خیلی دوست داشتم. ورس دوکی قوی، خیلی یعنی یکم دوکی قدیمی بود، خیلی داشتم حال میکردم. و همین نمره بخوام بدم از 1 تا 20 واسه من 18 رو گرفته. یعنی قطعا تو پلیلیست رو خیلی زیاد قراره بهش گوش بدم. از فردام سر کار 24 پلیه واسم و همینجوری هم میبینید داره ویو میخوره. تو 3 ساعت 20,000 تا ویو خورد تقریبا. 6 تا دونه کم داره بشه 20,000 تا، که یه رفرش بکنید فکر کنم الان 20,000 تا هم شده. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. یه بار دیگه میگم لینک ها تو دیسکریپشن، سر بزنید اونجا، ما رو ساب داشته باشید. 2000 تا هم شد، 20,000 تا هم شد. سیار بپاشید تو کامنتو. میبینمتون تا ویدیو بعدی. See you.